تهمینه قریب هر روز به نزد این بینای نوساخت میآید و با حسرت به آن مینگرد. امید داشت روزی با فرزندانش به اینجا میکوچد و در خانه نو زندگی نو به راه میاندازد. اما حالا میگوید آرزویش زیر سوال رفته است. من راستی گپ شوام خوب نیستم، عصبم ویران، حامله دارم، پسیخیکای سرم ویران شده. هر روز میرم همین تگم بینام میبیام، هیچی نیست همجا، اوستا هم نیست، آدم هم نیست. نکی میرم خیال میکنم من دام دم خانه دارم، نکی خانه نیست، در اصل خانه نیست. یک کاغذی که هیچی یادم نمیکنه، کاغذی که هم به شفاعت در خانه خواهد. خانه‌ای که شوهر تامینه در این بنا با مبلغ بیش از 500,000 سومانی خریده بود چند صاحب دیگر پیدا کرده است. ما سیم دستیم، ای دست وای بچه خریدگی نه که وقتی که ما فهمیدیم خونه ما 4 تا صاحب داشته. هر چهارش دیدم، هر چوری هوایی در گروه پیدا شدن، قطیم وا خوردن، دکومنتاشون دیدم، شرطنامه یک خیل، امضا و پچت یک خیل. خیلی دیگه چیکار میکنی؟ همین داو کرده استموز پرکاتور مراجعه داریم. این بنا به شرکت تیبی صهیب تعلق دارد. چندین مشتری دیگر این بنا عین حالت تهمینه را دارند. با گفته آنها حالا قضیه از سوی دادستان کل تاجیکستان تحقیق می شود. دفتر خرید و فروش خانه‌های شرکت مذکور را کمیته انداز مهر زده درش را بسته است. نظر مؤسسان معلوم نیست. این تنها شرکت ساختمانی نیست که مشتریانش میگویند به جای صاحب شدن به منزل نو به سرسانی و کشاکش گرفتار شدند. با شرطنامه مقصد یا خانه خریدیم، همه چی دکومنتال بود. خیلی گرفتن یا خانه را 3 کسی دا فروختگی، یعنی نمی خیلی حالت شدگی. راستی گپ مردم امو پولا چه خیل به دست آوردگی، چه خیل مهنت کردگی به دست آوردگی به امید خانه خریدن، زندگی کردن. نزدیکان عظیم سال 2023 به بینای شرکت ساختمانی سلمان ساختمان پول داده، اما با گذشت سالها صاحب منزل نشدند. بحث با آن پایان یافت که یک نماینده شرکت 14 سال زندانی شد. به نزدیکان عظیم نه پول برگردانیده شد و نه خانه دادند. هم سود گفت مسئول وزارت کردگیم، همه فیرما دو سپوریدگیم ندیدم دا، میگم همه سوما گرفتم سپوریدم. مقامات دوشنبه اخیراً با ارسال پیامک به تلفن ساکنان و هم نصب QR کدهای مخصوص در دفتر شرکت‌های ساختمانی آگاه می‌کنند که پیش از خرید خانه درباره ساختمان معلومات ضروری و دقیق گیرند. سرریاست معماری پایتخت تاکید کرده است که این اقدام با دستور شهرداری و به خاطر پیشگیری از فند و فریب هنگام خانه خرید راه‌اندازی شده است. با نسخه گیری QR کد توسط تلفن خود خریدار امکان دارد ببیند که آیا شرکت قرار لایحه کشی، شناسنامه بنا یا قرار اجازه ساختمان را دارد یا نه. این تصمیم در شبکه‌های اجتماعی نظرهای مختلف را به بار آورده است. از توجه مقامات به این مشکل برخی استقبال کردند، اما با گفته گروه دیگر برای به دام فریب نیفتادن خریداران شرکت‌های ساختمانی باید از سوی نهادهای مسئول جداً نظارت شوند. خوب می بود که در این طرح همچنین قید می کردند که کدام خانه ها الکی خریداری شدند. بسیار خوب می بود اگر بعد پرداخت پول خانه خریدار صاحب رمز یا رقمی مخصوص می شد تا توسط آن در رفت ساختمان و تا زمانی به دست آوردن شناسنامه تکنیکی خانه خریدش را پیوسته بسنجد. آنهایی که الکی فریب شرکت‌های بناکاری را خورده، پول زیادی را داده، همان را به خانه ماندند، میگویند باید فوراً کاری کرده شود که سرنوشت آنها دیگر تکرار نشود و مردم ناامید و بی سرپناه نماند.